استاد علی نقیب وزیری در 9 مهر ماه 1265 به دنیا آمدن و در خانواده که 5 پسر که 3 اینها نظامی شدن و 2 از جمله خود علی نقیب به هنر گراییدند. حسن علی برادر دیگه علی نقیب نقاشی رو دنبال کرد و نزد کمال الملک هم حتی دوره دید و سنتور رو هم نزد حسن سنتوری کار کرد. با وجود دایی هنرمند و فهمیده و فیلسوف و هنرمند به نام حسین علی خان قزلیا، علی نقیب تونست راه پیدا کنه به سمت موسیقی و هنر. مادر هم هنرمند بود، سبب می‌نواخت و آواز می‌خوند. پدر موسیقان میرپنج که در قزاقخانه خدمت می‌کرد، حوالی 14 سالگی وزیری بود که چون وزیری هم به فن شمشیربازی و هم ورزش و اینها خیلی علاقه‌مند بود، در سن 14 سالگیشون رو برد به خدمت و حتی با اینکه به سن معمول خدمت نظام در نیامده بود، ولی خب پذیرفتن که بخاطر استعداد بالاش در قزاقخانه خدمت کنه. در اونجا وزیری با بخش موزیک خیلی ارتباط خوبی برقرار کرد و شیپور رو شروع به آموزش کرد و تمام دستورات نظامی که با شیپور نواخته میشد رو به سرعت یاد گرفت. اما تار رو از سن 15 سالگی آغاز کرد نزد دایی و بعد از 1-2 سال اونچنان تمرین کرد که از دایی هم جلوتر زد و مجبور شد که برای ادامه با اساتید دیگه هم کار کنه. برادرش نقل میکنه که علی نقیب هر جا سازی میدید میخرید و در مجموعه خودش گردآوری میکرد. اما حسین علی خان که میدونست تمرکز در یک ساز خیلی بهتر هست و نتیجه بخشتره، وزیری رو ترغیب کرد که فقط به تار بپردازن. وزیری به این توصیه عمل کرد، فقط نتونست ویولون رو که خیلی بهش علاقه داشت رها کنه و تمرینات ویولون خودش رو هم همیشه ادامه میداد. درس نوت رو از یاور آقاخان یاد گرفت که افسر موزیک بود و بعد که دید باز نیاز به آموزش بیشتر داره، نزد یک کشیش فرانسوی به نام پورژو تئوری هارمونی و پیانو رو فرا گرفت یا اورمیکلیسه. در 31 سالگی هم که به سفر فرنگ رفت، 5 سالی در فرانسه و آلمان تحصیل کرد. در سال 1302 مدرسه موسیقی رو تأسیس نمود و در سال 1303 گروه موزیکال رو که با ارکستری که از شاگردانش بودن شروع به اجرای موسیقی و کنسرت گذاری کرد که در بندر انزلی و رشت هم این کنسرت ها اجرا شد. همچنین موسیقی و تئاتر رو با هم آمیخت و اپرت های بسیار زیبایی نوشت. همچنین کلاس آموزش هنرپیشگی هم احداث کرد که در عین آموزش موسیقی افراد به هنرپیشگی هم می‌پرداختند و برای این بازهای موزیکال آماده می‌شد. موسیقی در دوره وزیری به صورت سینه به سینه در ایران معمولا آموزش داده می‌شد، اما او درخواست کرد از آقا حسین قلی استاد بزرگ تار زمانه که ردیف‌های ایشون رو به خط نوت در بیاره و در 2 ماه این کار رو انجام داد. همچنین از میرزا عبدالله هم این درخواست رو کرد و ردیف‌های ایشون رو هم تا حدی به خط نوت در آورد. وزیری در اون گروه موزیکال همچنین منهای رهبری ارکستر و آهنگسازی و نوازندگی تار خوانندگی هم میکرد که با پرهیز از تحریرهای زیاد یا فنون آوازی سنتی نوعی ساده خوانی انجام میداد که البته به مزاج همه هم خوش نمی اومد.
او در 18 شهریور 1358 در سن 92 سالگی فوت شد و از آثار خیلی مهمش برای مخصوصا تار قطعه دخترک ژولیده، ژیمناستیک موزیکال، قطعه حاضر باش و بندباز و از قطعات آوازیش شکایت نی، مشتاق و پریشان، دوست، ایران و ای وطن هست. همچنین وزیری تلاش بسیار زیادی برای آموزش موسیقی در دبستان‌ها و مدارس کشور انجام داد و همچنین جزوه و کتابی رو هم برای این مدارس آماده کرد. آهنگ ای وطن در آواز دشتی که انتخاب کردیم دشتی لا هست، پرده ها میکرون، سی بمول، در برخی جاها لا کرون هم میشه. دشتی لا در شور ر واقع شده. دولا دولا دولا، راست چپ راست چپ راست راست، دولا دولا دولا، لا سول لا سول فا سول، راست چپ راست چپ راست راست، مزرا و مشابهن. دولا دولا دولا، لا سول لا سول فا سول، لا دوس لا سول، دولا دولا دولا، لا سول لا سول فا سول، لا لا ر سیم زرد میاد، انگشت دوم میاد رو فای سیم زرد، فا سول لا سی دو سی لا سول، راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ، میکرون از سیم زرد، می فا سول لا سی لا سول فا ر، فا سول لا یک میاد روی لا، فا سول لا سی دو سی لا سول، می فا سول لا سی لا سول فا ر، لا 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 لا، راست راست چپ راست راست، سی لا سول لا دو لا، لا 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 لا، سی لا سول لا دو لا، سول 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 سول، لا کرون میشه لا سول فا سول لا سول، فا سول لا سی لا سول فا می ر دو لا دو لا، لا سول لا سول فا می فا سول، لا سول لا دو لا لا لا، فا سول لا سول، اینجا لا کرون میشه فا سول لا سول لا سول فا سول لا سول سی لا سول فا می ر دو ر سی لا سول، لا کرون میشه لا سول فا سول لا، حالا لا به کار میشه و کنده‌کاری بداریم روی لا، لا سول فا دو سی لا کرون لا سول فا سول لا، برای لا کنده‌کاری لای به کار، لا سول فا سول لا سی لا سول فا لا رو لا تریل داشتیم، فا لا فا سول لا سی لا سول فا می سول می ر و دوباره از قبل تکرار میشه، یعنی همون اوورتور. دولا دولا دولا، لا سول لا سول فا سول لا دولا سول، دولا دولا دولا، لا سول لا سول فا سول لا لا ر، فا سول لا سی دو سی لا سول، می فا سول لا سی لا سول فا ر، فا سول لا سی دو سی لا سول، می فا سول لا سی لا سول فا ر. این قطعه رو با سرعت مارش که بین 83 82 تا 85 در مترونوم میتونیم قرار بدیم اجرا میکنیم. سرعت 85. کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دلیران بود، پادشاهش کوروش و دارا بود، گنجم و خسرو شاه ایران بود. ای وطن ای حب تو آیین من، دوستیت کیش من و دین من، دولت و اقبال تو پاینده با، نام بلندت به جهان زنده با. همچنین به عنوان تمرین میتونیم این قطعه رو با سرعت‌های بالاتر مثلا 130 هم تمرین کنیم که این حرکت‌های از سیم ضرب به سیم اول و پاساژها
روون بشه.